اداره ملی امتحانات به عنوان یگانه مرجع برگزار کننده امتحانات جمعی در سطح کشور می باشد که در طول چند دهه گذشته مراحل مختلف را پشت سر گذاشته و جاده های پرخم و پیش را طی کرده است. این اداره طی چند سال اخیر با استفاده از تکنولوژی معلوماتی و ارائه طرح‌های جدید توانسته است چالش‌های فراراه آزمون کانکور را بردارد. طی سالهای 1395 الی 1398 از اثر فعالیت‌های شبانه روزی استادان، کارمندان، مسئولان اسبق و فعلی اداره ملی امتحانات و هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی و حمایت قوی شخص محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تدابیر سنجیده شده و مؤثر برای ریفرم پروسه امتحانات کانکور طرح و تطبیق گردید که خوشبختانه بر اساس این تدابیر تغییرات قابل ملاحظه‌ای در پروسه امتحانات کانکور صورت گرفته که در نتیجه نقش اداره ملی امتحانات را در جامعه و ساختار حکومت برازنده و پایدار ساخت. با تجهیز مطبعه و به کارگیری ماشین‌های تمام اتومات، طرح چاپ کتابچه‌های سوالات جداگانه برای هر داوطلب امتحان به طور موفقانه تطبیق شد که سطح نقل را در صحن امتحان به 0 تنزیل داد. مهمترین گام دیگری که در راستای شفافیت برداشته شد، طرحریزی و تطبیق سیستم ثبت معلومات بایومتریک بود که جلو ورود اشخاص عوضی را در امتحان به شکل یکسان از بین برد و پروسه ملی امتحانات را در جامعه از اعتبار خاص برخوردار کرد. این اداره با حمایت قوی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و تعهد استادان و کارمندان توانست در 3 سال گذشته افزون بر امتحانات کانکور فارغان مکاتب بزرگترین امتحانات جمعی را در تمام ولایات به شکل شفاف و عاری از هر نوع تقلب اخذ و نتایجشان به گونه شفاف و عاری از هر نوع تقلب اعلان گردید که در اثر آن مردم و حکومت افغانستان به این پروسه باورمند شدند. طی چند سال گذشته بزرگترین امتحانات جمعی در کشور از جمله امتحانات بست‌های 5 و 6 کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، امتحان استخدام معلمین وزارت معارف، امتحان کارمندان تذکره الکترونیکی، امتحان جمعی تدارکات ملی و دیگر امتحانات از سوی این اداره اخذ گردید و یک فضای عدالت و شفافیت را در چوکات نظام پدیدار کرد. از اثر همین دستاوردها این اداره بر اساس حکم شماره 49 مورخ 22 سال 1397 ریاست جمهوری افغانستان از بدنه وزارت تحصیلات عالی جدا و به نام اداره ملی امتحانات مسما گردید. مسئولین و کارمندان اداره ملی امتحانات با امکانات بسیار محدود توانستند در سراسر کشور از پارون نورستان و کنرها تا ترینکوت و از واخان و درواز بدخشان تا هرات و از شبرغان تا لشکرگاه، از قلات و گردیز تا بلخ و به همین ترتیب در 34 ولایت افغانستان به 38 حوزه به خاطر اخذ امتحانات شفاف کانکور سفر می نمایند. فرم‌های ثبت نام به مسئولین تمام مکاتب سپرده شده. بعداً توسط آنها به شاگردان صنف 12 که می‌خواهند در امتحان کانکور اشتراک ورزند توضیح می‌گردد تا آن را خانه‌پوری نمایند. در خانه‌پوری فرم ثبت نام باید نکات ذیل در نظر گرفته شود: نصب عکس جدید داوطلب با بک‌گراند سفید، خانه‌پوری فرم مطابق تذکره، درست نوشتن شهرت مکمل داوطلب با حروف، انتخاب زبان امتحان. بعد از خانه‌پوری فرم ثبت نام توسط شاگردان صنف 12 فرم ها از طرف اداره مکتب جمع آوری و تصدیق گردیده و بعد از تاییدیه ریاست معارف ولایات به دسترس نمایندگان معارف ولایات و نیز نمایندگان مکاتب قرار داده شده و سپس به اداره ملی امتحانات تحویل داده می شوند. فرم‌های ثبت نام بعداً به مدیریت ثبت معلومات در سیستم سپرده می شوند و بعد از درج معلومات توسط یک آیدی نمبر مشخص به سیستم معرفی می شوند که بعداً توسط همان آیدی نمبر مشخص برای داوطلب کارت شمولیت امتحان، کتابچه سوالات و ورق جوابات چاپ می گردد. چاپ کارت شمولیت شاگردان در امتحان کانکور در مطبعه مربوطه اداره ملی امتحانات صورت می گیرد که دارای شهرت داوطلب، آیدی نمبر، عکس، زمان و محل امتحان می باشد. این هم جدولی است که در آن کد نمبر مشخص داده شده.
بدین معنا که برای هر دیپارتمنت و هر رشته پانزه‌های نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی کد نمبر مشخص ذکر و نیز ظرفیت جذب محصلان در آن رشته درج می باشد. بر اساس این جدول داوطلب می تواند از 1 الی 5 کد رشته مورد نظر خود را مشخص و در روز امتحان درج ورق جوابات نماید. این جدول چند روز قبل از امتحان ضمیمه کارت شمولیت به داوطلبان توزیع می گردد. اینجا مسئول‌ترین جایی است که سوالات امتحان توسط استادان رشته‌های مختلف تهیه شده و سپس شامل سیستم اداره ملی امتحانات می گردد. مطابق جدول زمانی که از سوی اداره ملی امتحانات در تفاهم با وزارت معارف برای اخذ امتحانات ترتیب می گردد، کارت شمولیت امتحان داوطلبان از سوی اداره ملی امتحانات قبل از امتحان به ولایات فرستاده شده و در تمام مکاتب از سوی مسئولین و داوطلبانی که برای امتحان کانکور فرم ثبت نام را خانه‌پوری نمودند همراه جدول کد رشته توزیع می گردد. بعد از توزیع کارت شمولیت برای داوطلبان، معلومات بایومتریک داوطلبان کانکور در محلی که از طرف مسئولان اداره ملی امتحانات در نظر گرفته می شود صورت می گیرد. داوطلبان امتحان کانکور در جریان ثبت معلومات بایومتریک این نکات را جداً باید در نظر گیرند. تذکره اصلیشان را با خود داشته باشند. در وقت بایومتریک کلاه و عینک نداشته باشند. انگشتانشان پاک و نظیف باشد. در سیستم ثبت معلومات بایومتریک نام پدر و نام پدرکلان، سال فراغت، جنس و نام لیسه داوطلب ثبت گردیده و نیز عکس و نشان انگشتان وی گرفته می شود. روز امتحان و توزیع کارت شمول از طریق صفحات اجتماعی اداره ملی امتحانات، رادیو تلویزیون ملی و رسانه‌های محلی مرکز و ولایات اعلان می گردد. قبل از آغاز امتحان صندوق‌های سوالات و مواد مهم امتحان زیر نظر هیئت ممتحن و مسئولین امنیتی به حوزه‌های امتحان به شکل مسئول انتقال می‌گردد. صندوق‌های سوالات در حضور هیئت ممتحن، مسئولین پوهنتون‌ها و پوهنځای‌های مربوطه و داوطلبان امتحان باز می‌گردد و به تمام استادان ممتحن که در محلات امتحان موظفند کتابچه سوالات و ورق جوابات داوطلبان تسلیم داده می‌شود. داوطلبان از آوردن هر نوع وسایل الکترونیکی در صحن امتحان جداً خودداری نمایند. هرگاه در صحن امتحان نزد داوطلب وسایل الکترونیکی مشاهده شد، امتحان وی باطل می گردد. داوطلبان از روی حاضری در صنف‌ها تنظیم و ورق جوابات در محلات امتحان توزیع می گردد و از سوی استادان طریقه امتحان، مدت امتحان، رساندن جواب درست در ورق جوابات و شامل کردن کد مورد نظر داوطلب در ورق جوابات برای داوطلبان معلومات مفصل داده می شود. قبل از حل کردن سوالات، داوطلب باید آیدی نمبر ورق جوابات و کتابچه سوالات را با آیدی نمبر کارت شمول چک نموده و خود را مطمئن سازد. اگر آیدی نمبر کارت شمول، ورق جوابات و یا کتابچه سوالات با هم تطابق نداشته باشند، استاد ممتحن را از موضوع آگاه سازد. زمانی که امتحان آغاز می گردد، برای داوطلبان به خاطر حل کردن سوالات 160 دقیقه وقت داده می شود. داوطلبان به حل کردن سوالات می پردازند. در جریان امتحان داوطلبان از سوی کارمندان ثبت معلومات بایومتریک جهت جلوگیری از ورود شخص عوضی در امتحان دوباره چک می شود. هرگاه توسط سیستم بایومتریک شخص شناسایی گردد که به جای کس دیگر وارد امتحان شده است، به هیئت ممتحن معرفی و به مسئولین امنیتی سپرده می شود و همچنان داوطلب اصلی شانس خود را مطابق لایحه متخلفین در امتحان از دست می دهد. بعد از ختم امتحان استاد ممتحن در مورد طرز انتخاب رشته به داوطلبان معلومات می دهد و مطابق آن داوطلبان کد رشته‌های مورد نظر خود را در ورق جوابات به شکل دقیق می رسانند. ورق جوابات، کتابچه سوالات و کارت شمولیت امتحان را به هیئت ممتحن تسلیم می دهند و از صحن امتحان خارج می شوند. هرگاه کدام داوطلب کتابچه سوالات خود را به استاد ممتحن تسلیم نکند، نتیجه امتحان وی باطل می گردد. بعد از آن که امتحان به طور مکمل اختتام یافت، تمام مواد امتحان از قبیل کتابچه سوالات، ورق جوابات، کارت شمولیت از سوی استادان ممتحن بر اساس حاضری جمع آوری و در حضور کنترلران اداره ملی امتحانات و مسئولان پوهنتون‌ها و پوهنځای‌های مربوطه در بکس‌ها مهر لاک گردیده و به اداره ملی امتحانات انتقال می‌یابد.
مرحله اسکن فرم جوابات توسط ماشین OMR. تمام اوراق جوابات بعد از چک فیزیکی با ماشین‌های پیشرفته OMR یا ماشین‌های خوانش اوراق جوابات جهت خواندن خانه‌های سیاه اسکن می‌شود. این ماشین دیتا را از شکل هارد به سافت تبدیل می‌کند و آن را به سرور یا سیستم که در آنجا بانک سوالات موجود است انتقال می‌دهد. در مرحله اسکورینگ خانه‌های سافت اوراق جوابات با کلید جوابات مچ و بعداً تمام داوطلبان مطابق کد رشته آنان که در ورق جوابات انتخاب گردیده بر رشته‌های تحصیلی معرفی می‌گردند. نتایج امتحان آماده می شود و طی کنفرانس مطبوعاتی در حضور نمایندگان وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، اعضای ولسی جرگه، نمایندگان جامعه مدنی و سایر نهادهای زیربط توسط مسئولان اداره ملی امتحانات با ذکر پیشتازان کنکور همین سال اعلان می گردد. نتایج در وبسایت رسمی اداره ملی امتحانات اپلود یا جابجا می شود که بعداً داوطلبان می توانند با داخل نمودن آیدی نمبرشان نتایج خویش را به دست بیاورند. بعد از اینکه نتایج اعلان گردید، دیتای داوطلبان هر نهاد تحصیلی جدول سازی و از سوی اداره ملی امتحانات جهت ثبت نام داوطلبان به نهاد تحصیلی مربوطه فرستاده می شود. داوطلبان باید در 20 روز نخست به نهاد تحصیلی جهت ثبت نام حاضر و به دروس خویش آغاز نمایند. اداره ملی امتحانات با عنوان یگانه مرجع برگزار کننده امتحانات جمعی در سطح کشور همواره در تلاش است تا با استفاده از شیوه‌ها و راهکارهای جدید و نیز با نظر داشته شفافیت و تامین عدالت اجتماعی در راستای شایسته سالاری جهد و جهد نموده تا کادرهای مستعد و نخبه را در رقابت‌های همگانی انتخاب و به نهادهای تحصیلی وظیفوی و مراجع زیربط معرفی نمایند. این اداره طی چند سال اخیر با استفاده از تکنولوژی معلوماتی و ارائه طرح‌های جدید توانسته است چالش‌های فراراه آزمون کانکور را برداشته و با ساختن یک چارچوب سنجیده شده برای تامین شفافیت در پروسه‌های کانکور و سایر امتحانات جمعی از یک سو نگرانی‌های مردم و حکومت نسبت به مخدوش بودن پروسه را مرفوع سازد و از سوی دیگر اعتبار شهروندان به خصوص جوانان داوطلب در آزمون‌های رقابتی را نسبت به کارکرد این اداره تامین و تحکیم بخشد. اداره ملی امتحانات همواره می‌کوشد با تطبیق رویکردهای عصر نوین منطقه‌ای و بین‌المللی پروسه امتحانات را در سطح منطقه بارورتر و معیاری‌تر سازد تا در عرصه رقابت علمی و فکری نه تنها عدالت کامل تضمین شود بلکه سهولت‌های لازم نیز برای مشمولین امتحان در این پروسه مهیا گردد.